آیا به واقعیت آریانا سعید هنرمند مشهور افغان مورد سوء قصد قرار گرفته است؟ دلیل نشر تصاویر آریانا سعید در صفحات مجازی چی بوده است؟ آریانا سعید در چی وضعیت و در کجا زندگی می کند؟ و برند لباس آریانا سعید در دبی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت و از در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید هنرمند مشهور چهره شناخته شده که لقب ملکه دلها را از طرف دوستداران و طرفدارانش در مدت خیلی کوتاهی کسب کرد. آریانا سعید هنرمند بی‌بدیل افغان است. کارهای هنری و رسانه‌ایش مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار می‌گیرد. این هنرمند پرتلاش و موفق افغان شهرت بسزایی دارد. آریانا سعید هنرمند خوب کشور از سال 2008 بدین طرف و کارهای رسانه‌ایش می‌پردازد که موجب حمایت گسترده افغان‌ها قرار می‌گیرد. آریانا تازه تصاویر در صفحات مجازی دست به دست می شود که حمله و سوء قصد به جان آریانا سعید صورت گرفته است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست، ولی آریانا سعید به خاطر کارهای هنری‌اش سفرهای به سرتاسر جهان داشته است و تازه برندی از لباسهایش را در کشور ترکیه افتتاح کرده است که مورد حمایت گسترده دوستداران و طرفدارانش قرار گرفته است. آریانا سعید دیر مدتی است که دیگر به کارهای موسیقیش هم نپرداخته است و آهنگ جدید از خود نسروده است، ولی ما در انتظار نشر تازه ترین کارهای رسانه‌ای از این هنرمند محبوب و مطرح افغان خواهیم. دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر دوست عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، شما نازنینان را به الله منان امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.